باید از خودی تو هم نسبت به جنایت‌های صادر کرده پدرت بیانات گیرم. میفهمم، هیچ گپ نیست. یکم بار است که به اینجا می آیی؟ قبلا برای دیدن مجاهد به اینجا می اومدم، ولی باری نخست است که مرا در چنین جای نگاه می دارند. ما تو رو در اینجا نگاه نمی داریم. می خواهم اویدی مرگ پدرت به تو یک چند سوال دهم. بفرمایید. آیا می دونی که کی پدری تو رو کشت و برای چی این کار رو کرد؟ یگان کس را نامبر کرده می توانی؟ دریا. پدری من رزیلی بود که به تروریستان کمک میکرد. پلیدی بود. این رو خودی تو هم میدونی. من نه در باره رابطه های او چیزی رو میدونم و نه در باره کارهایش. حتی قبل از شناسایی با مجاهد هم در باره کارهای غیر قانونی پدرم چیزی رو نمیدونستم. من او را برای آن کاری کردش در حق مادرم دوست نمیداشتم، اما حاضر برای آن کارهای بدش به او نفرت دارم. من اگر درباره شخصی که نه تنها به من بلکه به دیگران هم ضرر میرساند یگان معلوماتی داشته باشم، در حال به شما میگویم خاطر نشوید. گاه جاهد به خونه امان میومد، تنها این رو میدونم. کامیراها یگان چیز را نشان ندادند. ما تفتیش کردیم، کامیراها همه ویرانند. بلا زند. شکارچی و پدری تو رو قریب که در یک وقت کشتند. نگوی که پدری من در این کار شریک است لطفاً، وگرنه برای یگان کس نگاه کرده نمیتوانم. خیانتکار بودن پدرم باعث شد که من مجاهد را از دست دهم. من با شعله امید حالا زنده ام. اگر آدمانی پدری من فاتح را شهید کرده باشند، پس بهترش که مرا کشید که این شرمندگی را نبینم. ما در دست دلیل های شیعی داریم و با آنها باور داریم. بلا زند، پدر تو چطور این کارو کرده؟ چطور؟ ببخش ملیسا، من حامی قانون هستم. فوتیده گناهکار باشد هم کسی حق ندارد که با اختیار خود دست به کشتار زند و انتقام بگیرد. من مجبورم که تفتیشات برده قاتل پدری تو را پیدا کنم. میفهمم، ولی من چندان خواهشی دانستن اسم قاتل پدرم را ندارم. مرا با پدرم غیر از نسب دیگر چیزی پیوند نمی سازد. قماندان، شما با آتش خبر دادید؟ نه. اگر تماس گرفت بهترش که شما هم چیزی نگوید. وای میتواند که عصبی شده کاری بدی کند. خوب شده است قماندان. قماندان، اگر که آتش حالا با قاتلان باشد بهترش که با او گویم که تا آنها را کشد. بله، ولی حالا نه. آنها در نزد سرحد ما بازی های کلان را برگزار میکنند. مجاهد قرباتا گفت که آنها در نزد سرحد ما مقصد بنیاد دولتی را دارند. ما باید دانیم که از پس آنها کدام قوه می ایستد. مبادا قماندان آتش در آنجا از کشته شدن قماندان شکارچی آگاه شود چه؟ آن وقت درگان را زنده نمیگذارد، میکشد. دعا میکنیم که چنین نشود. بیایید رفیقان، بیایید. من به شما یک خبری خوش دارم. سربازان زرخرید ما همه جا را تیرباران کردن. انا چی است وقتی کس با پروفسیونال کار میکند؟ چی شد؟ چی هم میشد؟ آنها ماشینی پر از موادی ترکنده ما را باز داشتند، ولی زرخریدانمان به مراسمی که باید سربازان مکافات میگرفتند حمله کردند. شاد نشدی؟ نه شدم. چرا شاد نشوم؟ همه‌شان مردند. متاسفانه نه همه‌شان، تنها یک نفرشان. نامش چی بود؟ تیراندازشان نامش چی بود؟ شکارچی. خودش. او را کشتند، تیرباران کردند. آدمت خوب تا باورده است. آدمی تو میگویم، مرا ببخش. دروغ هم باشد شما گذشته مشترک داشتید کن. بعد چی شده است؟ بعد چی می شود؟ کمی مقابلت نشان داده است و سپس جان داده است. دیگر چی کار هم میکرد؟ چی طوری نباشد هم
ба гумонам мо адаби туркҳоро хуб додем. шумоён чӣ фикр доред? ба фикрам мо нав акнун корамонро оғоз кардем ва мо чунин одамони бо таҷриба зиёд лозиманд. хавотир нашав. ман бо дӯстам дар ин масъала суҳбат кардам. ӯ ба мо кӯмак мекунад. ту ғамгин менамоӣ? не чаро ғамгин шавам? бори нахуст нест ки онҳоро мекушем. дуруст. бори аввал нест ки одами онҳоро мекушем. ман рафта силоҳҳоро хабар мегирам. бачаҳо силоҳҳоро хуб ҷобаҷо намекунанд. таҷрибаи кофӣ надоранд. ба ман киноя зад ё ба сарбозони зархарид ҳасад мебарад? ба фикрам ӯро чизи дигар ташвиш дод драган. мисол чӣ? шояд ӯ моро фиреб медиҳад.